نظامی و ضابطین قضایی که در منطقه هستند تقاضا کردیم این شناور هدایت شد به سمت لنگرگاه بندرعباس و با دستور مقام محترم قضایی فعلا در توقیف هست. همونطور که مطلع هستید این شناور 23 نفر خدمه داره که ملیت‌های مختلف هستن، از جمله هندی، روسی، خدمت شما که عرض بکنم فیلیپینی و همینطور لتونی هستند و فعلا هم در شناور خودشون در کشتی تانکر. ما برای رسیدگی بیشتر به سانحه این رو به یک نقطه امن و با هماهنگی خود فرمانده شناور منتقل کردیم.